سلام به همه شما دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم که خیلی خوب باشین. امروز توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه یک کوکی رژیمی فوق‌العاده خوشمزه رو درست کنیم. حالا شما اگه اهل رژیم هستین میتونید این کوکی رو درست کنید و کنار چای میل کنید که خیلی ساده و راحت هم آماده میشه. با جو 2 سرپرک من اینجا مواد لازمش رو آماده کردم. اول مواد لازم رو بگم، بعد با هم بریم سراغ درست کردن این کوکی خوشمزه. پس لطفاً تا آخر این ویدیو همراه من باشین. برای درست کردن این کوکی رژیمی ما احتیاج به گردو داریم که گردو رو با چاقو خردش میکنم. هر اندازه که دوست داشتین میتونید گردو به این کوکیتون اضافه کنید و شکلات، از هر نوع شکلاتی که دوست دارین میتونید استفاده کنید. شکلاتی که من دارم اینجا استفاده میکنم شکلات تلخه. مقداری هم شکلات، گفتم دیگه گردو و شکلات اندازش دست خودتونه. به اندازه 1/2 قاشق چایخوری وانیل و 1 قاشق چایخوری هم بیکینگ پودر. 1 پیمانه جو 2 سرپرک. اگه بخوام اندازه دقیقش رو بهتون بگم، این جو 2 سرپرک 60 گرمه که این جو 2 سرپرک رو میخوام آسیابش کنم. کره بادام زمینی به اندازه 4 قاشق غذاخوری پر. اگه بخوام به گرم بهتون بگم 100 گرم کره بادام زمینی. 1 عدد تخم مرغ. اینم 3 شیره است. حالا من چون 3 شیره توی یخچال داشتم از 3 شیره میخوام استفاده کنم که نصف پیمانه 3 شیره که ترکیب شیره انگور، شیره خرما و شیره توته. حالا شما هر کدومی که دوست داشتین میتونید انتخاب کنید. من سریای قبل فقط از شیره خرما استفاده کردم برای کوکیام، ولی الان میخوام از این 3 شیره استفاده کنم. این هم به اندازه نصف پیمانه، کمتر از نصف پیمانه جو 2 سرپرک که اینم میخوام آسیابش کنم. حالا اگه اندازه دقیقش رو به گرم بخوام بهتون بگم 30 گرم جو 2 سرپرک. حالا من چون میخوام از جو 2 سرپرک استفاده کنم فقط برای این کوکی که کاملا رژیمی باشه، 30 گرم جو 2 سرپرک برداشتم که این 30 گرم رو آسیابش میکنم. حالا شما اگه دوست دارید میتونید همین مقدار از آرد قنادی هم استفاده کنید. اینو مرحله آخر اضافه میکنیم. الان اینو میخوام آسیابش کنم. اینم که جو 2 سرپرکه که به اندازه 1 پیمانه، حالا کمتر از 1 پیمانه 50 گرم جو 2 سرپرک که اینو آسیابش نمی کنم. خب من الان این جو رو با این جو رو آسیابش کنم، برمیگردم. خب جو 2 سرپرک رو آسیابش کردم. جوی 2 سرپرک رو بعد از اینکه آسیاب کردیم احتیاج به الک کردن نداره. اینم همون 30 گرم جوی 2 سرپرک، 30 تا 35 گرم که اینم آسیابش کردم. حالا بیکینگ پودر رو اینجا بیکینگ پودر داریم به جوی 2 سرپرک اضافه میکنم، به جوی 2 سرپرکی که آسیابش کردم. بیکینگ پودر رو که اضافه کردیم با قاشق هم میزنیم. گفتم دیگه احتیاج به الک کردن نداره این جو رو بعد از این که آسیابش میکنیم. خب اینم از بیکینگ پودر. یه دونه تخم مرغ داریم که تخم مرغ رو داخل ظرف میشکنیم، هم میزنیم تا از لختگی بیاد بیرون. تخم مرغ رو که هم زدیم وانیل رو اضافه میکنیم. شیره انگور یا شیره خرما یا شیره توت فرقی نمیکنه. من از 3 شیره دارم اینجا استفاده میکنم. اگه شیره‌ای که استفاده میکنید غلیظ باشه یه مقدار میتونید بهش آب گرم اضافه کنید تا اون حالت رقیق بودنش رو به دست بیاره. هم میزنید. اگه دوست داشتین به دلخواه این مرحله میتونید پودر دارچین اضافه کنید یا پودر زنجبیل. همه اینا دلخواهه. اگه دوست داشتین اینا رو هم میتونید به این کوکیتون اضافه کنید. کره بادام زمینی رو اضافه میکنیم.
شکره بادوم زمینی رو هم که اضافه کردیم خوب هم میزنیم. این کوکی خیلی ساده و راحت آماده میشه. جوی 2 سرپرک رو اضافه میکنیم. این جوی 2 سرپرک رو نگه میداریم، آخر سر اضافه میکنیم. همه این مواد رو خوب با هم مخلوط میکنیم. گردو رو هم اضافه میکنم. یه مقدار از گردو رو نگه میدارم. یه مقدارم از این شکلات اضافه میکنم. شکلات گردو رو اگه دوست ندارین میتونید حذفش کنید. با یه قاشق هم میزنیم تا جایی که خمیر ما جمع بشه. این کوکی بعد از اینکه جمع شدم یه حالت چسبندگی رو داره. شکلاتی هم که من استفاده کردم توی این کوکی شکلات تلخه. شما از هر مدل شکلاتی که دوست دارین میتونید استفاده کنید یا اینکه کامل حذفش کنید. الان کوکی ما به این صورته. این مرحله این جوی 2 سرپرکی که آسیاب کردیم و کم کم اضافه میکنیم تا جایی که جمع بشه. هم میتونیم از جوی 2 سرپرکی که آسیاب کردیم استفاده کنیم که کاملا رژیمی باشه یا اینکه همین مقدار آرد اضافه کنیم. حالا من از همین جو استفاده میکنم. جو رو اضافه و کم کم هم میزنیم تا جایی که کامل جمع بشه. به این صورت هم میزنیم تا کاملا مواد با همدیگه مخلوط بشن. بقیه جو رو هم اضافه و هم میزنم. حالا از موادمون به اندازه گردو، کوچیکتر از گردو، اگه بخواین اندازه دقیقش رو به گرم بگم، به اندازه 20 تا 25 گرم از مواد رو برمیداریم، با دستمون گرد میکنیم، به این صورت یکم حالت میدیم، پهنش میکنیم و میچینیم داخل سینی فر. بهتره که توی سینی فرمونم کاغذ روغنی یا همین کاغذهای شیرینی پزی بذاریم. خب به این صورت میذاریم داخل سینی فر. همه کوکی ها رو با همین روش درست میکنیم. با دستمون گرد میکنیم اول و روشو به این صورت صاف میکنیم. به این شکل. یکم با فاصله میچینیم کوکیامون رو. به همدیگه خیلی نمیچسبن ولی بهتره که با فاصله بچینیم. به این صورت خوب صاف میکنیم که هیچ ترکی نداشته باشه. اطرافش هم با دستمون صاف میکنیم و بعد میذاریم داخل سینی فر. کوکی ها رو که به این صورت آماده کردیم چیدیم داخل سینی فر. حالا روی کوکی ها گردو میذاریم. از این گردوهایی که خورد کردیم میذاریم روی کوکی ها. یکم هم با دستمون فشرده میکنیم که بره داخل کوکیمون. این برای تزیین کوکیه، به دلخواهه. اگه دوست ندارین میتونید این کار رو هم انجام ندین.
گردو رو که گذاشتیم، حالا از این شکلات ها هم میذاریم روی کوکیامون، هر تعدادی که دوست داریم. کوکیامون رو که به این صورت آماده کردیم، حالا آماده است که ببریم بذاریم داخل فر با دمای 170 درجه. من فر رو از 10 دقیقه قبل روشن کردم که گرم بمونه. به مدت 20 دقیقه، 1 ربع تا 20 دقیقه میذاریم داخل فر. خب من اینجا سری دوم این کوکیا رو دارم درست میکنم با همون مقدار مواد، اما شیره‌ای که دارم استفاده میکنم شیره انگوره. تخم مرغ، کره بادون زمینی، شیره انگور رو با هم مخلوط میکنم و جو رو اضافه میکنم. این کوکیا رو هم به همون روش درست کردم، آماده است که بذارم داخل فر با همون درجه فر و همون مقدار اندازه مواد. این کوکیا رو هم درستشون کردم. خب دوستان، کوکیای ما آماده شد. بعد از اینکه از فر آوردم بیرون، گذاشتم حدود نیم ساعتی تو همین محیط آشپزخونه موند، به خاطر اینکه به راحتی از سینی فر جدا بشه. الان این کوکیامونه که خیلی راحت از سینی فر جدا میشه. بعد میذاریم داخل یه ظرف دربسته، هم میتونیم بذاریم داخل یخچال. اگه میخواین تا مدت‌های طولانی نگه داریم بذارید داخل یخچال، ولی توی آشپزخونه یا داخل کشو هم میتونید این کوکیا رو نگه دارید. خب من الان میذارم تو این ظرف دربسته، بعد میذارم داخل یخچال. من امروز این کوکیا رو 2 سری درست کردم، هم با 3 شیره هم با شیره انگور. این کوکیا کاملا رژیمیه. شما میتونید این کوکیا رو داخل یخچال به مدت 1 ماه هم نگه دارید. خب اینم از آموزش کوکی رژیمی امروز. امیدوارم که آموزش امروز رو دوست داشته باشین، درست کنید و لذتش رو ببرید. ممنونم تا آخر این ویدیو همراه من بودید.